اتل مدر توتوله چه کلمه ایه توتوله؟ از کجا اومده؟ بعد یهو بی ربط گاو حسن چجوری هستن؟ از کدوم حسن؟ گاوش چرا انقدر مهمه؟ حال حسن رو نمی‌پرسیم، حال گاوش رو میپرسه. نه شیر داره نه جایگاهی برای ارائه شیر. شیرشو بردن هندستون نداشت که الان گفتی جایگاهی برای ارائه شیر نداره. چی رو برد هندستون؟ زن کردی بسون. من برم زن بسونم الان تو هندستون برم زن کرد بسونم. چه توصیه‌ای به من طفل؟ همون چه نه جایگاه داره نه ادامهش چیه؟ اسمشو بذار امقزی. امقزی چرا؟ اسم چی باید بذارم؟ اسم همون زنه که تو هندستونه و کرده رو من باید بذارم. اسم نداره. بعدم میگه بذار امقزی. اسم یک زن کردی که در هندوستانه رو من یه چیز ترکی بذارم. امقزی میشه دختر عمه نمیدونم یا دختر عمو. بعد چون اسم یکی بذاری دختر عمه یا دختر عمو اسمشه مثل فامیل بعد دور کلاش قرمزی نشونه هم به ما میده دور کلاش قرمزی. تو هندوستان پر از رنگ اصلا یه قومی دارن دور کلاشون قرمزیه. یو هم کات میخوره هاچی یه پاتو بچین مثلا انگار سیب پا کدو پا بچین.